قبل از نماز مغرب به منزل ابو رافع برو و دعوتش کن بیاید اینجا. چشم سرورم. شوقی؟ بله سرورم. وقتی آمدی مگر زلفا در حیاط نبود؟ چرا سرورم؟ با اسبش همینجا بود. زلفا؟ بانو؟ بانو؟ کجایی دخترم؟ زلفا اون پایین خوب بال زمونی میکردی. حالا دو قدم نمیتونی دار بری. آره بشو یا بیستا یا با اون قد رشیدتون به کادون زدی. از صبح علطلو تمام راه ها و کوره راه های اطراف بصره رو سگدو زدم تا اینا رو پیدا کردم. چی پیدا کردی؟ یه پیرمرد مردنی و یه الاغ؟ میخوای با این همه مال تجاره ملک سلیمون بخری؟ تو که هنوز بار الاغشو ندیدی. دیدن نداره پسرم. پشم گوسفند. من چوپانی هستم بادیه نشین. این پشما رو میبرم بصره برای فروش تا با پولش برای این تفلکا چیزی بخرم. دروغ میگی. اینا همیشه یه چیزی برای مخفی کردن دارن. میتونی پشما رو وارسی کنی. اگر به غیر از پشگل گوسفند چیزی پیدا کردیم مال تو. پس بزغاله ها چی؟ بزغاله ها؟ خودتو کشتی که 4 تا بزغاله شکار کنی. نه به بدنامیش نمیارزه. چی داری میگی زبیر؟ ولشون کن برن. ولشون کنم؟ اگه این کار بکنم از این همه دوندگی چی عایدم شده؟ الانم به جز پشم و پشگل چیزی عایدت نشده. عمر طولانی خودتو تباه کردی. اینم زندگی تو داری؟ هرچی هست خدا به من داده. تو که ندادی انقدر هرس میخوری. هرس نمیخورم. دلم به حال این دوتا بدبخت میسوزه که از عمر طولانی تو هیچی عایدشون نمیشه. خدا رو شکر. اگر الاغشون اسب و شتر بود و خرزیناشون پر از دینار و درهم، خب کارشون تموم بود. خوشم اومد. معلومه پشت اون زبون یه ذره عقلم پیدا میشه. کسی به اینا کاری نداشته باشه. ولشون کنیم برن.
چه کاریه زبیر؟ از بوق سگ تا الان مغز استخون به این آتش جهنم دادیم تا یه چیزی گیرمون بیاد. اون وقت تو میگی برن؟ اگه پشماش به کارت میاد همش مال تو. بردار برو. بس خیلی میکنی؟ بس کن ام. فکر میکنی کاروان تجار شام از کفت بیرون اومده؟ ها؟ 100 بار گفتم، یه بار دیگه هم میگم. حیف نیست دندونای تیز زبیر برای دروندن پوست خرگوش به کار بره؟ باشه، تو برو دنبال چیزی که لایق دندونای نازنینت باشه. اما این بدبخت بیچاره‌ها باید شکمشون رو سیر کنن، نباید. اینا منو خوب میشناسن. هر کی نمیتونه مرام منو داشته باشه به درک گورشو گم کنه. توانستم این تیر را در قلبت بنشانم. اگر یک بار دیگر به مال و تجاره پدرم دستبرد بزنی، مطمئن باش چنین خواهم کرد. صبر کنید، خودم میرم دنباله. سرورم، میترسم حرامیان به او دسترسی پیدا کنن. از آنچه میترسیدم دارد اتفاق میافتد. اگر به سمت مخفیگاه آن جوان سرکش... منظورتان زبیر است؟ اگر چنین کرده باشد. زبیر جوان پلیدی است سرورم. خوب حواست را جمع کن، ببین نشانی از او در این اطراف نمیابی. چشم سرورم. هی!
نزدیک نشو حرامی بدسیرت. بنده نوازی کردی و سری به سرای ما زدی. تو آسمونا دنبالت میگشتیم و تو زمین پیدات کردی. آمده بودیم ما را شکار کنی، خودت شکار ما شدی ها؟ ما که سالهاست شکار توییم. زلفا نام مرا بر زبان کثیفت جاری نکن. من که قصد آسیب رساندن به تو را نداشتم. تو خود اختیار از کف دادی آن حیوان. زمین ناهموار بلای جانش شد، وگرنه به گرد پایش هم نمیرسیدی. انقدر به خودت غره شدی که خودتو برتر از زبیر میبینی؟ میتوانستم آن تیر را در قلبت بنشانم. تیر محبت تو سالهاست بر قلب من نشسته. های! من بمیرم بهتر از آن است که نامم بر قلب حرامیان نمک به حرام بنشیند. این را هم به حساب محبتت میگذارم، مثل همون تیری که به سمتم پرتاب کردی. آن تیر یک کشتار بود تا دیگر پای از گلیم خویش فراتر نگذاری. زبیر بمیره اگه خطایی کنی که خاطر زلفا را مکدر ساخته. یاوه کافیست زبیر. اگر یک بار، فقط یک بار دیگر حرمت پدرم را پاس نداری و به کاروانیانش دست درازی کنی، مانند آن تیر را به قلبت خواهم زد. از چه سخن میگویی؟ گمان نمی کردم آنقدر نادان باشی که مقصود مرا ندانی. طی 2 روز 2 کاروان که مال و تجاره پدرم را به همراه داشته به تاراج برده ای. چه گفتی؟ زلفا! حرامی یا نامرد، امانت نمیدهم، باید جانت را بستانم. حرمت عنوان و دخترش بیش از مال و تجاره کاروانیان است. شما در اشتباهی. آهای حرامی خیره سر، از غارت به آدم کشی رسیده ای؟ مال دنیا چنان تو را طماع کرده که بی هیچ ملاحظه ای برای غارت کاروانهای من آدم میکشی؟ بهتان میزنید. کدوم غارت؟ کدوم آدم کشی؟ مثل اینکه ما قرار است داماد شما شویم. چطور ممکن است مال و تجاره شما را تاراج کنی؟ خود را به بلاهت میزنی یا اینکه ما را ابله پنداشته ای؟ چندین بار هم قبلا به تو گفته بودم که اندیشت باطل است. پس دیگر حرفی از وصلت به زبان نیاور که سودی به حالت ندارد. ما را چه به وصلت با راهزنی آدم کش. برویم. صبر کنید. شما مثلا شیخ بزرگ بصره هستید، چطور به خودتان اجازه میدهید بهتان بزنید؟ یک بار گفتم من به کاروانهای شما امان دادم و به آنها تعرضی نکردم. آدم کشی هم در مرام ما نیست. برویم. من آدم کش نیستم. اگرم راهزنی میکنم میخوام مال به دست آورم تا با دخترتان ازدواج کنم. صبر کنید، جواب مرا بدهید. من زلفا را میخواهم.
چه کردی زبیر؟ فرار کرد؟ بذار آب بده بخورم. اگه من میرفتم دنبالش نمیذاشتم از دستم فرار کنه. حالا منو دور میزنی ها؟ چی داری میگی؟ عقب ول کن. شکار طرف به من خورده میگیری؟ خفه، فقط جوابمو بده. دروغ بگی گلوتو پاره میکنم، فهمیدی؟ یک کلمه حرف بزن ببینم چه خبر شده. مگه نگفته بودم به کاروانای انوان دستبرد نزنین ها؟ کدوم دستبرد؟ کدوم کاروان؟ گفتم دروغ بگی گلوتو پاره میکنم. زود راستشو بگو. بگو ببینم کی و کجا کاروانای انوانو غارت کردی ها؟ دیوونه شدی؟ یه خیالات ورد داشته که فکر میکنی خیانت کردیم. نکنه اون دختر چموش مشاورت از بین برده؟ اگه بفهمم کسی میخواد بهم خیانت کنه یا دستوراتم سرپیچی کنه خونشو میریزم. حالا هر کی میخواد باشه، فهمیدی؟ من که مطیع تو هم. پس بذار ببینم کی این کارو کرده تو خودم مجازاتش کنم. وای به حالت اگه بفهمم کار تو بوده باشه. وای به حالت. شنیدید؟ خوب گوشاتون رو باز کنید ببینید چی میگم. هر اون لقمه ها. وای به حال کسی که بدون اجازه زبیر به کسی یا کاروانی حمله کنه. من خودم سرشو گوش تا گوش میبرم. حتما یه کسایی پیدا شدن که میخوان با نام تو کام خودشون رو شیرین کنن. هیس! کن! همراه من بیاید! بیاید! میخوای چی کار کنی امر؟ میخوام این اطراف خوب زیر و رو کنم ببینم مخفیگاه یا کمینگاهی وجود نداشته باشه. خوش ندارم بیش از اون چه غارت میکنیم به پامون نوشته بشه. کلک نزن آبه، دهانت را باز کن. آها. خب دیگر بس از خسته شدیم. آبه؟ سرورم. نه خودت با ما باش نه کسی را پی ما بفرست. اطاعت سرورم. عجب صدای دلانگیزی دارد این سکه ها. آری سرورم. ولی بوی خوبی نمیدهد. نقره را به جای طلا حساب میکنی مردک ها؟ من هنوز آن سکه ها رو شمارش نکرده بودم سرورم. مطمئن باشید نمیگذارم دیناری از خزانه حاکم جابجا شود. ولی باید بدانی که ارزش سر تو از این سکه ها کمتر است. پس حواست را خوب جمع کن. چشم سرورم. احسنت. خراج کوفیان را هم به حساب آورده اید؟ آری سرورم. حساب کردم. پس چرا هر چقدر به این خزانه میریزیم انگار که آب شده و بر زمین میرود؟ موجودی خیلی کم است. سرورم به سلامت.
مگر نه اینکه برای بزم چند شب پیش دستور فرمودید 500,000 دینار به ما غلط کرده باشیم همچین دستوری داده باشیم. مگر یک بزم شبانه چقدر هزینه دارد؟ ولی سرورم خودتان فرمودید به هر کدام از رقصنده ها 1000 درهم بدهم که دادم. هزینه نوشیدنی ها هم که سر به فلک کشید. کافیست کوفتشان شود. به مالیاتچیان اعلام کنید از این پس خراج بلاد را بیشتر کنند. اطاعت سرورم. دوست من ابو سهل، مگر به شما نگفتیم کسی دنبال ما نیاید؟ سلام بر حاکم بصره. آن چیز در دستت سامی؟ اینا سکه های سرخ از راهزنان اطراف بصره. دستگیرشان کردید؟ نه قربان، مالیاتشان را گرفتم. مالیات؟ چقدری هست؟ 10,000 دینار سکه سرخ. خیلی خوب است. حال که تجار اموال خود را از ما پنهان می کنند، بدین گونه خراج را 2 برابر از ایشان می گیریم. ابو سلاب تحویل بگیرید تا خزانه تان پر شود. شاید من بعد بابت هزینه شبانه کسری نداشته باشیم. اطاعت سرورم. مراقب باشید. چشم. به موقع رسیدم نه؟ مثل اینکه بد جوری مچت را گرفته بود. اینجا چه کار میکرد؟ خودمانیم. عجب حاکم گدایی است. دینار حساب پس میکشد. حساب ما هم فراموش نشود. آری راست میگوید. بروید که فعلا اوضاع خراب است. جان و عرض و شرافت خاندان ما آنقدر بی مقدار نشده که با خودسری تو به خطر افتد و رسوای بصره شوی. آخه پدر خوش ندارم جان تنها فرزندم به خطر افتد، حتی اگر همه مای املک خود از کف بدم، به خصوص رویارویی با آن جوان گردنکش. یا الله، صاحب خانه. سلام بر ابو طاهر اهوازی. بفرمایید، خوش آمدید. بفرمایید قدم رنجه سلام بر عنوان خوش بصری. آمدی ابو طاهر، خوش آمدی. چشمانم را روشن کردی. بگو ببینم مرد خدا کجایی؟ میدانی چقدر به دیدارت مشتاق بودم؟ مرحمت شما مستدام. رنج کار و مشقت باغداری اما نمیدهد که بیش از این حضورتان برسم. از سفر حج تا کنون توفیق دیدارت را نداشتم. قدم رنجه نمودی. چه شد که بر ما منت نهادی؟ دلیل مزاحمتم پرداخت خمسی است که به گردن دارم. بفرما و اندرون بیا قدری استراحت کن و شربتی بنوش. بیا برادر. بفرما. این 750 دینار سکه سرخ از آن مردم است. این 500 دینار هم خمس اموال خودم. خداوند انشاءالله قبول کند. انشاءالله. پشتوانه مالی مسلمین همین وجوهاتی است که باید در راه خیر صرف شود. این هم رسیدان. میخواهم به تو زحمتی بدهم ابو طاهر. در خدمتم. امر فرمایید. این 500 سکه هم روی سکه هایی که آورده ای بردار و به اهواز برگرد. شنیدم مکتب خانه سید هاشم اهوازی را ویران کردند و به او آزار رساندند. آری. این سکه ها را تحویل او بده، سلام مرا به او برسان و بگو به کارش ادامه دهد. باشد که خداوند نیز او را یاری کند. به روی چشم. راستی شنیدم در خراسان علویان را مورد آزار و اذیت قرار داده. قصد ریختن خون جابر ابن حیان را دارم. آری. خدا لعنت کند منصور دوانقی را که با شعار الرضا من آل محمد قدرت را به دست گرفت و به آل محمد و محبان او ستم میکند. شنیدم جابر نیز به سمت عراق گریخته. آری. سپردم گوش به زنگ باشند، اگر به سمت بصره آمد خود از او پذیرایی کنم.
خداوند محفوظش بداره. کیستی و چه میخواهی؟ مسافری همچون شما. همراهی با کاروان بدون اجازه کاروانسالار امکان ندارد. راه خویش جدا کنه، از کاروان فاصله بگیر. مسیری بهتر از این برای بصره سراغ ندارم. نمیتوانم بگذارم بدون رخصت کاروانسالار با کاروان همراه شوی. چه شده فیروز؟ این مسافر تازه از راه رسیده کیست؟ نامش را نمیدانم، اما میخواهد میهمان کاروان ما شود. مهمان حبیب خداست. اگر قرار باشد بر زائران ابی عبدالله الحسین افزوده شود، قدومش بر دیدگان است. این صدای آشنا از آن کیست؟ گفتی از کدام بلاد به کربلا می روی؟ از فارس. از فارس؟ این همان یحیای خودمان است. او را می شناسی؟ پس نام تو چیست؟ جابر. او را به جرعه آب مهمان کن فیروز. میگوید نامش جابر است. کدام جابر؟ منم یحیی، جابر ابن حیان. خدای من، این جابر است. چه سعادتی. زیارت مردان بزرگ همیشه آرزوی من بوده است. جابر است، دانشمند علوم آل محمد، پسر حیان توسی. شاد باشی از اینکه مرد بزرگی با ما هم سفر است.